آقای مسئولی این تخم مرغ رو از کجا تهیه بکنیم؟ این تخم مرغ از محلیه. اینا 20-40 SMS بدین این تخم مرغ با پیک میدم در خونتون ارسال رایگان. بعد اگه تعداد بخوایم چطور؟ تعداد بخواینم همون دیگه تعدادشو بنویسید و حل. ارسال داریم؟ ارسال رایگان داریم تازه. بعد این مرغش مال کجا بوده؟ مرغش مال طلاقون بوده. بله. مرغ رو گوشیم تو این کولمون هر صبح برامون تخم میذاره. دستش هم داره. بریم بی سر و صدا کارشو انجام میدم میره تو راه. میره تو کولمون. اینه که کاغذ پیچ کردین دلیل خاصی داره؟ اینا به خاطر اینکه اینا ویژه است. مثل اون پرتقاله دم عید که میارن. آفرین که تو کاغذ میذارن. اینا ویژه بهمونیه. مجلسیه. خود مرغا مجلسیه. مرغ مجلسی سر صدا نمیکنن، فقط میان تخم میزنن و میرن. کارشون رو با ادب. آره تو حاشیه ماشیه ندارن دیگه. بیان غیبت کنن نه داستان. خدا رو شکر. خب الان کارمون آماده است. یه ذره کار داره که این تخم مرغ مجلسی یه ذره زمان میبره تا درست بشه. بعد جسارتا ادویه بلوچی هم زدید بهش؟ ادویه بلوچی مال این نیست. اینجا کار فلفل میخوره. بعد برای تهیه ادویه بلوچی چیکار باید بکنیم؟ اونم به 2050 اسمش بده. 2050 این بزرگ نمکه. بعد تهیه این نمکتون SMS بدین که ما بله اینی که نگاه میکنی اینجا فلفله این صورت ناک میزنیم اینجا هم زردچوب است که ببینن خانم تو خونه زردچوب هم داره. خب اینجا هم که مهمون آماده است. گفته نموند که این خامرم کوهنوردای عزیز برامون رو گذاشتن که حوض خامه کرده بودیم. خیلی هم خوشمزه است. بیارمون برطرف شد. بله. خب میریم که ببینیم به کجا رسیدیم. آره مسعود به کجا رسیدیم؟ دیگه آماده است. یعنی از اینجا دیگه میشه صرفش کرد. آره دیگه. با خانمای تو خونه اینجا میشه صرفش کرد. دیگه از الان آماده است و میریم برای پارت اول. کاش تنورتون هم نشون میدادید که نون گذاشته بودید. آره دیگه خلا بفرمایید خواهش می‌کنم. سرد نشده و اینا. روی این خوش شدن.